اینجا دوستان بازار اسکراب یا همون اوراقی‌های مادربرد، سی پی یو، سرور دست دوم هست در شارجه که این سیستم هایی که دیگه واقعا فایده نداره تمامش اوراق میکنن و به صورت کیلویی به فروش میرسونن. حالا سی پی یو، رم، مادربرد، هر چیزی داخل این بازار گیر میاد. دوستان یک کوهی از مادربرد هستش اینجا. قطعاتی که جدا میکنن. پیچ‌ها رو ببینید زیر. اینا رو به صورت کیلویی دوستان میتونید خریداری بکنید. اینا یک برای تعمیرات و میتونن قطعات استفاده کنن. اینا تمام لپتاپ‌هایی که همشون میخوان مادربردشو باز کنن و تبدیل میشن به ضایعات دیگه. اون مادربرد که اگر مثلا سالم باشه که فکر میکنم ارزشش خیلی باشه. اینا رو دیگه اوراق میکنن. اینا حالا یه قطعهش مثلا نیست دیگه. مثلا اگه دنبال سی پی یو و رم بودن اینجا رم و سی پی یو میکس به صورت کیلویی هستش اینجا. اینا زیاد نمیمونه. دوستانی به هر حال ثبت سفارش دارن اینا سریعتر بگن